حالا یه چیزی بگم پر کوکت بریزه راجع به بابای من. خب بابای من الان 90 سالشه دیگه، مثلا مال 7 جنریشن قبلیه. دوست خواهرم حامله شد، جرئت نکرد بره به باباش بگه، اومد به بابای من گفت، بابای من رفت باباش گفت. من گفتم من به بابای خودم اعتماد ندارم، به بابای تو اعتماد دارم. من بابای من اینطوری بود. بعد من اینو از اون یاد گرفتم، من لول خوب پرنتینگ که بلد هر کی منو میبینه واو، من بابام یاد گرفتم. من آدم خاصی نیستم. من شانسی که آوردم یه دونه معلم خیلی خوب داشتم. یعنی من اگه بابام مثلا 100، من 88 دارم الان توپ میزنم. چون کار اون مثلا بعد مثال میزنم، این دروغ بهت نمیگم، هر وقت که من مریض شدم اگر وسط شب از خواب بیدار شدم، بابام نشسته رو صندلیش من نگاه میکرد. میتونی باور کنی؟ تو فیلم سینمایی دیدی یارو از کما بلند میشه بعد میگه تو اینجا بودی؟ میگه آره 3 روز اینجایی. تو فیلم سینمایی اینو میبینی. هیچ وقت من تو واقعیت ندیدم. هر وقت هر جا کسی تو بیمارستان رفت، همه فقط میخوام برن. من بابام امکان نداشت به ذاتت کنار بره. یعنی اصلا یه کارایی میکرد فیلمی دارم بهت میگم. یه بار تا حالا سر من داد نزده، یه بار تا حالا منو کتک نزده، یه بار تا حالا مثلا من بی احترامی نکرده، یه بار اصلا تو نمیتونی بفهمی این چقدر خفن بود. من همه این کاری که گفتم با پاشو کردم، با ماماکام کردم. یعنی من گاوم نسبت به بابام، یعنی گاوم قشنگ نسبت به بابام، ولی خیلی دور از جون گاو. ولی واقعا خیلی تاثیر داره این چیز تو رابطه. یعنی مثلا من با بچه‌هام انقدر خوبیم، انقدر هیچ وقت دروغ تو خونمون نیست، دزدی تو خونمون نیست، هیچ وقت بهشون نشون ندادم با هم فرق داریم، هیچ وقت بهشون نشون مثلا من به بچه‌هام، خیلی خانواده‌ها به بچه‌شون پول میدن. یه چیزی قبل میخوام اینو بگم، همه حرفا خیلی درسته که با بچه با دوست باشی و این حرفا و نزدیک باشی و همه چی عشق و حال، ولی یه چیزی باید همیشه یاد باشه، بچه چه دختر چه پسر یه دونه بابا بیشتر تو دنیا نمیگیره. میتونه 8 بیلیون تا دوست بگیره. واسه همین بابا نباید وقت دوست بشه. من اصلا ندارم. بابا میتونه دوستانه باشه به نظر من، ولی بابا نباید وقت دوست بچه باشه. یعنی من نمیخوام پاشا بیاد با من گل بشینه بزنه دوستانه 14 سالگی. من حالم از این به هم میخوره. ولی اگه بیاد به من بگه من و رفیقام میخوام بزنیم، اوکی بیایم اینجا بزنیم، میگم شور. این گلش به منم بگین غذا چی میخوام براتون سفارش بدم. قبل از اینکه شروع کنم میام میپرسم کی چقدر زده، بهشون توضیح میدم کانسپتش چیه، چیکار باید بکنن، بهشون میگم اگه از امروز زندگی یه سریتون قرار عوض بشه، یه سریتون یه هفته میذارین، یه سریتون دیگه زندگیتون به فنا میره، این داستانشه، میخوایم بکنین. سیف تا اینجا حواسم به همتون هست. اینم گلش، منم کاسشو میدم. ولی من نمیخوام بشینم با من علف بزنم خب بابا امروز چیکار کردیم، خب امروز با آریا حرف زدیم کلی الله. نه به نظر من این خیلی فوله. به نظر من پدر باید همیشه پدر باشه. دوست برو 8 میلیارد تا دوست پیدا کن، یه دونه بابا میگیری، یه دونه مامان. That's it. تو من اینو نمیدونستم، مثلا الان یاد گرفتم ازت دیگه. میدونی چون وقتی بری دوست، وقتی که یویا گم میزنی، بعد یو بابا میاد میگه چرا این کارو کردی، میگی علمون کن دیگه، حالا یه گند زدیم. ولی تو نباید حرف به بابات بزنی، تو باید بشی بابا توضیح بدی آره اشتباه کردم، بشی خیلی جدی باش صحبت کنی، چون اون میخواد تو رو ببره بالا. دوست داره با تو رفاقت میکنه. باباته، رئیسته، تیمته، سازندته، کریئتورته، شکل دهندته. من نمیدونم لغتی چی میخوای استفاده بکنی. خفن ترین چیز توئه. تو نمیتونی اینو با دوست یکی کنی، احمقیته. تو همیشه باید این شخصیتت بمونه که آقا من باباتم، من دوستت نیستم. خیلی دوست داشتم با دوست بشم، اما چون خودم درست کردم تای باحالی، ولی نمیتونم با دوستی کنم، چون به محض اینکه این کارو بکنم تو دیگه بابا نداری. 8 میلیارد یه دونه دوست میتونی داشته باشی الان، ولی دیگه بابا دیگه نداری. و این برای بچه به نظر من ضعف میشه. نظر شخصی میشه، اشتباه باشه. من خیلی درستم داری میگی. اتفاقا بابای منم دقیقاً همین کاراکتری که میگیو داره. یعنی آدمیه که من خونین و مالین چاقو خورده بودم تولد 20 سالگیم 10 سال پیش. مثلا بابای من اصلا این چیزا رو ندیده بود که، براش عجیب بود. اومد تو، منم آدم شری بودم خیلی، اومد تو بیمارستان شهید بهشتی اورژانس منو برده بود اونجا تو ولنجک، اومد اونجا. یعنی من همش داشتم فکر می‌کردم الان بابام میاد چیکار میکنه، داد و هوار میکنه، قر میزنه. اومد ببین اصلا کول، هیچی نگفت، فقط اینجوری نگاه کرد گفت الان حالت خوبه پسر جان، اصلا ردیف. بعد از اون ور مأمور مثلا منو مست بودم یه بار گرفته بود برده بودن، باز زنگ زدم. یعنی باز بابای منم آدم جدی، البته اونقدر آدم جدی نیست، ولی خب
هیچ وقت خیلی با هم رفیق نبودیم که، ولی بازم هر چی میشد زنگ می‌زدم به بابام. یعنی همین الانم پلیس منو بگیره زنگ می‌زنم به بابا و میاد مشکلم حل میکنه. بعدم که حل میکنه قرم نمیزنه. شاید نخنده تو روم، نداره بابا اینجوری نیستا، جدیه، ولی نه قر میزنه. اصلا یه چیز خیلی، یعنی من جرئت نمیکنم چیزی بگم تو اون حالت که رو بردم، ولی اونم چیزی نمیگه، میگه یه ردیفه ای تو اون سکوت هست که ردیفه، ولی دیگه این گوه نخور. آره دیگه من فیکسرتم. آفرین دیگه سعی کن نخوای منو. یه بار گند زدی من اومدم فیکسش کردم، سعی کن دفعه دوم خودت جمعش کنی. آره منم قشنگ همین رابطه رو با بچه‌هام دارم و واقعا عالی کار میکنه و من همیشه انگولکشون میکنم. من میبینم مامان بابای بچهای دیگه هلیکوپترن تو د مکس، یعنی اینجوری رو سر بچه‌ها وایسادن مثل هلیکوپتر پرواز میکنن، تکون نمیتونه بخوره بچه. من میگم آقا بذار بره. ماموکا اومده به خونه دیروز، اینجاش از اینجا تا اینجا صورتش یه ضربه محکم خورده، کبود. بعد میگم چی شده؟ میگه داشتیم هلیکوپتر بازی میکردیم، داشتن چیز میچرخوندن با دوستش و خورد تو صورت این. خب میتونه چشش کورش اگه انقدر بالاتر میخورد. ولی نه، به ماموکا گفتم وای مواظب باش، خطرناکه این کارا. گفتم خوب شد اینجات خورد، یه خورد بالاتر بود میتونه خطرناک بشه. بعدم گفت اصلا درد نداره. گفتم خب خیلی خوبه. گفت تا آخر عمرم قراره بمونه این؟ گفتم نه بابا فردا میره، تموم شد. کی زده؟ تو همونو زدی؟ معلم اومد حرفی بزنه ازت معذرت خواهی کرد، چرا مواظب نبودی؟ اگه تو چشت میخورد چی؟ یک دونه از این حرفا نزدم. چرا؟ چون وقت اینا رو بگی اون لحظه که این خورد و همه اینا فکر کرد آفرین بزنم اینو؟ نه باید بزنم. خوشو معلم چیزی نگفت، وای اون میشه. همه رو خوش فکر کرد. من فقط دارم اینو اذیتش میکنم، تاثیرم که نداره. معلم چیزی گفت؟ نه. چی فرق کرد؟ یا آره گفت بچه‌ها نزنین تو صورت هم دیگه. چی فرق کرد الان؟ باریکلا. من چرا باید این اطلاعاتو بدونم؟ آره واقعا چیزی تغییر نکرده دیگه. مثلا پاشا که میره بیرون، مثلا میخواد بره تو حیاط کار کنه، من از بچگی همه وسایلامو بهش میدادم، اره مره همه چی بهش میدادم. بعد تنظیم بهش گفتم آقا عینکتو بزن که اگه این یه چیزی زد سنگ پرت شد عینک توش باشه. الان که میره بیرون با دوستاش، همه بچه‌ها میان همه چیزن، پاشا عینک سیفتی میزنه. تنها کسی که تو بچه‌های الان 10 سال عقل داره پاشاست. بقیه همه چون بیرونم مامان باشن میخوان راحت باشن. پاشا میگه نه من الان بیرونم باید مواظب چشام باشم، مثلا مهم نیست من باشم یا نباشم. من این واسم مهم بود که تو بچه‌هام اینو بهشون یاد بدم که آقا این بشین، آدم بشین، فکر کنین کاری که میکنین، فقط نه حماله نباشین. بعد همیشه رکونشونم، یک بار نمیذارم یه کاری روش. مثلا هر روز که از خونه میان تو، میام اول جوار میستم، هیچ چی نمیگم واسه 30 ثانیه. بعد 30 ثانیه میگم بچه‌ها وسایلتون تو آشپزخونه یادتون نره. بعد یکیشون داد میزنه میگه من آیدی گذاشتم، اون یکی میگه دارم میرم، یا جفتشون میگن دارم میرم. اگه جفتشون بذارن دستامو اینجوری میزنم میرم، دیگه هیچی نمیگم. اینا ترین شدن، وقتی میان تو میگن آقا ما الان یه کاری باید بکنیم. و بچه‌ها دیگه وقتی میان خونه مامان باباشون نیست چیزاشون رو پرت میکنن. من وقتی بچه‌هام خونم نباشم میان اول میرن، بعد حالا این کسی باور نمیشه، مثلا میگم ماموکا یه کفش پاشه، بعد ماموکا چون کوچولوه فکر میکنه یکی زودتر در بره، تو ندوی امکان داره جا بمونی، نمیفهمی که خب طرف وای میسته بیاد. به خاطر همین وقتی یکی میره سریع شروع میکنه دویدن، I'm coming مثلا. بعد تو این سناریو یهو النا بهش میگه که ماموکا داری میری بیرون گرمه، بوت نپوش، کفش خودتو بپوش. بعد بوتاشو در میاره پرت میکنه، کفششو میپوشه، بعد میره طرف در، 2 قدم مونده به در دور میزنه، برمیگرده عقب، کفششو برمی‌داره میره تو کمد، میذاره تو کمد، در کمدو میاد میدوه میره. یعنی اون لحظه مغزش یهو تیک اوور میکنه، اوورراید میشه، میگه نه داری از در میری بیرون، بعد به این موضوع فکر کنی، از در میام بیرون چیه، کاپشنم درست کردم، اینم درست کردم، آره همه چی خوبه بره. تو اون لحظه هم که داره میره خب این بزرگم میشه خونش تمیز خواهد بود. خیلی خیلی دقیق و درست میگی دیگه. کاش واقعا فامیلای ما صحبت شما رو گوش کنند، چون بچه‌هاشون میان اینجا
وای بس اینو مثلا حتما پس باید بگم یه دوست خیلی صمیمی دارم که آمریکاست، اصلا از اون شروع شد، رفتم خونه اون اولین بار یه ماه و از اون سفر آمریکای من شروع شد دیگه، رسیده به 4 ماه و جای متفاوت میرم و از این حرفا. بعد رفت یه زنگ زدم بهش گفتم که آقا من دارم میام خونتون. همینجوری گفتم آقا این ماه دیگه برنامه‌ای دارین؟ گفتن نه. گفتم اوکی من دارم میام اونجا بمونم. یعنی دیگه چتر بازترین اکشن زندگیم بود تو زندگی. بعد 4 تا چترم پشتم بود، اونا النا و موموکو و اینا همش میومدن. خلاصه رفتم اونجا و روز سوم زن و شوهره بیرون که بودن یه خورده دیدی بعضی موقعی که میخواد حرف بزنه وایبو میگیری یه چیزیه. گفت سو یه دقیقه میشه یه چیزی بهت بگیم؟ بعد گفتم چی؟ گفتم ای وای اینا مثلا میخوام بگن ناراحتم ما اومدیم اینجا و یه ناراحت چی شده؟ من خیلی کانسرن شدم. گفتم چی شده و اینا حرفا جونم. گفتن که آقا ما به تو معذرت خواهی بده کاریم. گفتم معذرت خواهی چرا؟ گفتش که آره ما داستانمون اینه، ما 2 هفته پیش رفتیم یه مسافرت تو مکزیک 7 روز و توی این مسافرت دوستمون اومده بود و یه دقیقاً 2 تا بچه نزد بچه شما دارن، دقیقاً دختر پسر عین بچهای شما، و ما اینا رو روزی 2 ساعت بغل آب و اینا تو رستوران میدیدیم دیگه، مثلا جایی که با هم میرفتیم و اینا دیگه. و این همین چند ساعتی که ما اینا بودیم می‌خواستیم خودمون رو بکشیم، یعنی بچه‌ها حال ما رو داشتن به هم می‌زدن. عمو من میتونم بپرم، عمو من نگاه کن شنا میکنم، عمو بچه ایرانی که دیدی واقعا رو اعصابم. خب بعد اونا به من ادامه دادن، گفتن که وقتی ما این صحنه رو دیدیم اومدیم تو اتاق گفتیم آقا این داستان سهیل رو چیکار کنیم؟ فکر کن این بچه‌ها قرار بیان تو خونه ما نباسته تازه یه هفته، یه ماه، اینا که ما یه هفته بغل هتل اتاق خودمون رو داریم، تو هتل نمیتونیم تحملشون کنیم، نه مسئولیتشون رو داریم نه مال من نه هیچی، بیان تو خونم که دیوونه میشیم. و ما میخواستیم به تو 2 هفته زنگ بزنیم بگیم آقا نه یه خونمون، ولی رومون نمیشد به تو بگیم نه، به خاطر همین گفتیم جهنم بذار بیاد دیگه، چون رومون نمیشه به تو بگیم نه. بعد الان که 3 روز اینجایی انقدر این بچه ها متفاوتن و انقدر آقا و خانومن که ما احساس میکنیم باید میادیم این حرف رو با تو داشته باشیم، از اون ازت خواهی میکردیم. ما نمیخواستیم این همه چیز رو پشت رو لو بدیم که این کارا رو کردیم، ولی ببخشید. بعد خانومش ادامه داد گفت 3 روز اینا اومدن از در که سهیل اومد تو گفت اون اتاق ساراست، تو اتاق سارا نمیتونین برین. یه بار گفت تموم شد. 3 روز این بچه 4 سالشه، چه جوریه 3 روز در اتاق منو باز نکرده؟ میاد دم در وای میشه سرشو میکنه این تو میگه سالا، ولی این پاهاشو نمیذاره تو اتاق. یه بار باباش بهش گفته نکن، یه بار با بچه‌ها دعوا نکردی، یه بار بحث نبوده، یه بار نگفتی بریم بخوابین گفتن نه. بعد پاشام از روزی که رفتیم تا رسیدیم تو گفتم که پاشا تو مسئولیت آشغال و ریسایکل دست توئه. باش بردمش بیرون گفتم نکن آشغال خونه‌شون اینجاست و تو مسئولیت اینو داری، این یه ماه که اینجاییم تو هر روز صبح که بلند میشی اول مشروم کن اینجا تمیز و خالی باشه. بعد خانمش هم میگه خب جای آشغالا از روزی که پاشا تمیزه، ما خونمون هیچ وقت جای آشغالا تمیز نبود، ما هفته یه بار میبریم، ولی پاشا که همه چی تمیزه، اصلا خونمون الیویت شده تو اومدی. و راجع بچه‌ها بود و فکر کن هر بچه‌ای میتونه اینا باشه، بچه‌های من خاص نیستن، فقط روزی که من باشون رفتار میکنم متفاوته از جوری که همه رفتار میکنن. آگاهانه رفتار کردی دیگه، مغز خودت باز بوده، تونستی آموزش بدی. تو مثلا ایران یا هر جای دیگه، اصلا ایران خارج نداره، طرف یه جوری برخورد میکنه که میدونی لج بچه رو در بیاره، اون بچه هم بالاخره یه غریزه‌ای داره دیگه، اونم میاد. فکر نمی‌کنم تو یه جوری رفتار کرده باشی که لجش در بیاد که آقا چرا من باید حرف اینو گوش میدم. یه جوری باهاش تا کردی که دیده آقا اگه من این کارو بکنم خب خودم هم حالم بهتره دیگه، خودم هم با هم رفتار درستری میشه، خودم هم بالانس‌ترم، همه چیم ردیف‌تره. بد و خوبو نشونش دادی آقا این ساید افکتاش ایناست، این ساید افکتاش ایناست، تو اینجوری بکنی اینجوری میشه، اونجوری خیلی واضح براش توضیح دادی، اونم مخشون بازه میفهمن دیگه. بچه که گیرایش بیشتر اتفاقا. الان من بابام سیگار میکشه، مامانم بهش میگه آقا بهش بگو نکشه، خیلی هم سنگین میکشه ها. من میگم من چی بگم بهش؟ این آدم تحصیل کرده است از بهترین دانشگاه تهران، من برم بگم سیگار نکش؟ اون میدونه بده. ولی
نمیشه دیگه، میدونی اون دیگه شکل گرفته. من چی بگم تصمیمشه. آره من به قول خودت میگی مثلا من چاغال برم میگم آقا سیگار نکش، میگه برو بابا گوزو تو چی میگی اسکل، مال خودم میکشم اصلا. ولی تو اون بچه که هنوز شکل نگرفته درست و غلط رو بهش میگی با توضیح درست، نه مثل امر و نهی، حالیش میشه. و فکر میکنم شما اینجوری کوچ کردی بچه ها رو. بازم میگم علمی ندارم و انقدرم میترسم از بچه داشتن، اصلا زیاد فکرم اونوری نمیره، ولی کلا اسم میکنم. ببین به جون مادرم دارم میگم، این موضوع خیلی جالبه، هر کسی داره این موضوع براش جالبه اینو گوش بده. من بچه‌هایی که تو خونه دارم، یکیش الان 6 سالشه، یکیش 10 سالشه. توی 1 سال گذشته، من میتونم بیشترم بگم ولی حالا برای چیزی میگم 1 سال. توی 1 سال گذشته 1 بار یک دونه از اینا در اتاقو نکوبیدن. 1 دونه از اینا نگفتن، جیغ نزدن، عصبی نشدن. رابطمون مثل من و تو، همونجوری که هستیم میشیم ما حرف میزنیم، میشینم تو ماشین، پاشم ماماکا میگه بابا امروز اتفاق خیلی بد افتاد. میگم چی؟ میگه اینطوری شو. میگم اوکی، راه حلشو چی باید بکنیم، چجوری باید بهترش کنیم. بعد با هم صحبت میکنیم. مثلا یه دفعه یادم بچه بود، پاشو 3 سالش بود، یه رستوران هستش اینجا داونتاون خیلی مورد علاقه من، اسمش کوبیه. بعد طبقه پایینش که میری انتظار تا بری بالا، یه جا داره مربع ساختن از این چوبیایی که مربع درست کنن که جدا کنه یه سکشن از ورودی. و پاشا اینو گرفت، شو که از این رفتن بالا، رفت نشست به سقف رستوران. بعد نشستم زیرش، خیلی ریاکتش هم آب می‌خوردم. و النا داشت ماشین رو پارک می‌کرد. بعد النا اومد تو، یهو دید این صحنه اینطوریه، یهو گفت ای بچه اون بالاست. انگار من نمیدونم. گفتم خب میدونم. گفت خب بهش بگو بیاد پایین. گفتم برای چی؟ گفت خب نباید اون بالا باشه. گفتم اگه بچه 3 ساله از این نره بالا، کی باید بره بالا؟ دیگه این واسه اینه دیگه، من که نباید از این برم بالا دیگه. اگه این بچه رفته خب بذار بره بالا، بذار حالش رو بکنه، تو چیکار داری؟ میدونی من هیچ وقت بهشون نه نمیگم. نه خیلی لغت خاصیه. وقتی من میگم نه، اینا میچسبن بدیم، مثلا سگ هست میگی بشین میشینه. من به بچه‌م میگم که آقا نه باید ارزش داشته باشه. نه دیگه تا آخرش مثلا نه تو ان نمیارزه. حالا میخوای مادر باش، میخوای خواهر باش، میخوای پدر باش، میخوای رفیق، تموم شد. آقا هر کاری میکنی میگه نه. من به بچه‌ام مثلا 45 روز یه بار میگم نه. اگرم بگم نه، امکان نداره نظرمو عوض کنم. یعنی شاید بعضی موقع احساس میکنم اشتباه گفتم نه ولی روش میمونم که این نه قدرتش رو نگه داره. که آقا تو مثلا میگه فلان چیز، میگم نه نمیشه، بعد میاد بیشتر توضیح میده، میگم اون موقع بعد توضیح میدادی، ما الان گفتیم نه دیگه، برنامه رو عوض کردیم، حالا تو اومدی توضیح میدی، الان اگه اون موقع میگفتی قبول میکردم ولی دیگه الان نمیتونم قبول کنم، برای همین بهش میگم نه. میفهمی خیلی رسمی، انگار مثلا اداره است، رابطه‌ام باشون اینطوریه. فکر کنم که اگه بریم جلوی قاضی، من نباید ببازم، نباید بگی تو اشتباه کردی. بعد اینجوری باش حرف میزنم. وقتی مثلا میگه، یه دونه ویدیو داشتم دیروز نگاه میکردم، بچه تو پشت نشسته، مامانه میره تو مکدونالد میگه یه دونه کافی میخوام، بعد بچه از اون پشت داد میزنه میگه من مثلا یه دونه کوکی میخوام. مامانه میگه خونه کوکی داریم. بچه میگه خب خونه کافی هم داریم. میدونی توی این موضوع تو باید قبول کنی که باختی دیگه. من با بچه‌ام اینجوری هم خیلی رسمی میریم و سعی میکنم پوششون کنم. یه دفعه توی مهمونی بودیم، ماماکو گفتم که ماماکو غذا مثلا چقدر مونده بخوری؟ گفت انقدر مونده و اینا. گفتم اوکی ماماکو 7 قاشق دیگه بخور تمومه. گفت 3 تا میخورم تمومه. گفتم 6 تا دیگه اصلا صحبت نکنیم. گفت 5 تا بده راحت هم کن دیگه. گفتم خیلی خوب 5 مال تو. بعد یه مامانه اومد اینجوری خیلی با چیز من گفت تو خونه من اگه بگم 7 قاشق بخور 7 قاشق میخوره. و بعدش نگاش کردم گفتم بچه من 10 سال دیگه یه ماشین رو دوباره میکنه تو خونه بچه تو. دیل داری میکنی باش دیگه، دیل کردن رو داری یاد میگیره. آفرین. دارم دیل بهش یاد میدم، میگم فر باش. مثلا بعضی وقتا گفتم 3، مثلا اون گفت 7، بعد من گفتم 7، اون میگفت 3، بعد من گفتم 6، بعد اون دوباره میگفت 3. بعد که اون میگفت 3 من گفتم یو نو اصلا 7. بعد لج میکردم. بعد میفهمم که او اگر آن ریزنبل حرف بزنی کل قرارداد میریزه به هم. بابا یارو آلردی به 6 راضی شده بود، الان کرده 7 ولم دیگه نمیکنه.
بعد اونجا هی بهشون بدون که بدون دارم بهشون یاد میدم. من پاشوش هم گفتم من دارم شما در لول دانشگاه بهتون یاد میدم. برای همین بعضی موقع اگه دارم باتون مثلا خیلی جدی حرف میزنم یا مثلا بد اخلاقم، عوضی نیستم. لول درس خیلی بالا، شما نمیتونین بفهمین دیگه، جای شوخی و کیوتی واسش اصلا نیست. من باید فقط به شما پوینت بگم تا یه روزی پیکاپش کنی. بعد پاشا احساس کردم فکر نکن تو مثلا نمیفهمی حرف منو. حرف که من دارم به تو میزنم آدمایی هستن که زمانن تو این دنیا زندگی کردن مردن نفهمیدن. تو داری تو سن 10 و 9 میفهمی، اصلا تو خیلی جلویی. مثلا همین آب لیمویی که داره میفروشه دم در رو اومد گفت آب لیمویی $2، یه $2 بدین بهتون یه لیوان میدیم. رفت و تمام روز اومد گفت بابا من همه روز $8 فروختم. این خیلی کوشرا بره. گفتم خیلی خوب، چیکار میتونی بکنی بهتر بشه؟ گفت چه میدونم چیکار میتونم بکنم. گفتم من آب لیمو فروشم، مگه اینترنت وجود نداره؟ برو رو اینترنت ریسرچ بکن، مطمئنم یه نفر یه ویدیو درست کرده راجع به اینکه چجوری بهتر آب لیمو بفروشی. بعد گفت اوکی. رفت اومد و گفت بابا یه یارو زده میگه که پول نذارین، بگین خیریه است، مجانیه، اگه خواستی کمک کن، اگه خواستی پول بده، دونیت کن. گفتم خیلی ایده قویه. خب من عقلم نمیرسید دیگه، خودشونو پیدا کرد. بعد رفت گذاشت، فردا من گفت بابا $65 درآوردم. هر کی من $20 $10 میدادن. میدونی اینو تو سن 9 سالگی فهمید. من خودم هم نمیدونستم. یه سرویس رو دیدم خفن فردا شربت آب لیمو میدم. باری کلا. چون تو اگه بگی $2 بهترین حالت $2 میگیری، ولی اگه تو بگی آقا مجانی بگی یه نفر بیاد $20 بده، 10 نفر مجانی بگیرن تو هنوز جلویی. آقا این صحبت‌ها رو گوش کنید به خدا، اینا رو هیچ دانشگاهی درس نمیدم. من خودم اومدم اینجا داریم پادکست ضبط می‌کنیم دارم یادم میگیرم. من از پاشا دارم یاد میگیرم. آفرین. چند روز پیش رفتیم خونه مامانم، بعد می‌خواستیم حیاطشو درست کنیم. همه رفتیم اونجا حیاط بازی، بهش میگن کلفت پارتی. رفتیم کلفت پارتی و پاشا گفت بابا ما که داریم میریم اونجا، من وسایل همین لیمو پیمو بیارم اونجا آب لیمو بفروشم، چی میگی لمونید بفروشم. بعد گفتم که شور، ولی پاشا اونجا آدم رد نمیشه، ما کوچه‌مون خیلی جای خوبیه، آدم زیاد رد میشه. اون خونه ما اینا آخرین خونه‌ای که تو کوه ساختن، یعنی کوه میره بالا، آخرین کوچه‌ش ما اینا. بخاطر همین اصلا هیچ کی اونجا نیست، فقط آدمایی که تو اون کوچه‌ن فقط میرن تو اون کوچه. گفتم پاشا من اونجا آدم زیاد ندیدم و گفتش که حالا نه اوکی میخوام بذارم. گفتم اوکی. رفتیم اونجا و گذاشتیم. حالا اتفاقایی که افتاد، اول موموکو اومد، بعد پاشا یکی اومد من بهش $10 دادم، زنم بهش $10 داد، پاشا $20 داشت. بعد من یه سه چیزم تو خونه اومد بریزه صد آشغال پاشا. بعد من صد آشغال در آوردم، گفتم پاشا اینا رو میتونی بفروشی، اگه تو نمیخوای یکی اینو میخواد. گذاشت همون روز صبح یکی اومد یکیشو خرید $20 به من پول داد. مثلا رفتم من $20 به پاشا دادم، ولی انداختم تو این صندوقش مال دونیشنش که مردم رد میشن پولو ببینن، شاید بیشتر راضی بشن پول بدن. الان پاشا اومد خونه پولشو من نشون داد رفت بالا. یه دونه خانم اومد یه دونه $10 انداخت اون تو، خواهرم اومد یه دونه $10 انداخت اون تو. خب الان اون تو $40 پوله. پاشا چون که مهربونه یه دونه $10 در آورد داد به موموکو. خب بعد موموکو زد زیر گریه و شروع کرد اونجا گریه کردن که پاشا بیشتر از من پول داره. خب بعد رفتم اونجا گفتم که مشکل چیه؟ گفت آره پاشا داره نامردی میکنه، بعد تا اگه من برم اگه کسی داره گریه میکنه و داد و بیداد میکنه سری وای میستن، چون میدونن که دیگه این اومدیم خیلی نورمال میخوایم صحبت کنیم و حتما هم به حق میرسیم. موموکو گفت نه من بیشتر پول میخوام. بعد تا من رفتم اونجا آروم شد و اینا. گفتم چیه موموکو؟ گفت پاشا به من پول نمیده، ببین اونجا $40 پول، $10 داده به من، $30 مال خودشه. گفتم که نه به تو بیشتر پول داده. گفت نو اونجا $30 من $10 دادم. گفتم خب از دوست توضیح بدم. ببین این 20 شو از بیزنس آنلاینش در آورد، اصلا به این ربطی نداره. خب این 20 میاد میره بیرون، تموم شد. این یکی 20 مال بیزنس امروزشه. از این 20 که داره $10 مال منه، چون من باید پول لیمو ازش بگیرم، پول اجاره ازش بگیرم، داره ظرف من استفاده میکنه و به خاطر همین $10 میره. این کلا امروز $10 داره، همه اینو داده به تو. یعنی تو 100% پروفیت تو در آوردی، زحمتشو این کشیده و تو داری پولو میبری، اونم هیچ پول در نیاورده. بعد یهو اینجوری خود چیز شد، یه خورده مثلا رفت تو مغزش. بعد 10 دقیقه یکی اومد موقع بلند شد گفت من میخوام برم با این بازی کنم. بعد رفت.
بعد رفتم بیرون داشت بازی می‌کردم، گفتم کار چی شد؟ گفت من اومدم دیگه. گفتم حالا میفهمی چرا پاشه بیشتر از تو باید پول بگیره؟ گفت چرا؟ گفتم چون پاشه نمیتونه الان بیاد بازی کنه، چون پاشه مسئولیت داره، اون میز مسئولیتشه، اون چتری که گوشه مسئولیتشه، اون ظرف آبی که گوشه مسئولیتشه، اون لیوانا مسئولیتشه، بعد همه رو جمع کنه. تو دیدی تخمت نبود تو چجوری رفتی؟ به خاطر اینکه تو الان کارمندی مسئولیتت کمتره، پولم کمتر میگیری. اون رئیسه، کارش بیشتره، مسئولیتش بیشتره، پول بیشتر میگیره. و حالا فهمیدی $10 اصلا تو نباید میگرفتی؟ ببین اونم داره یاد میگیره. چند سالشه؟ 6. خیلی قوی بود. من تو 6 داشتم تیله بازی میکردم. چی بگم واقعا توی این بحث من فقط دارم گوش میکنم، یاد میگیرم. بچه‌ها من نه بچه دارم نه چیزی که بخوام بهتون توضیح بدم که خب چجوری میتونین رفتار درست داشته باشین، ولی تایید میکنم عمو سهیل خیلی قویه این چیزایی که داری میگی. جواب داره میده. داره جواب داره دیگه. من قوی هم داره جواب میده. و 10 سال دیگه پاشا و ماموکو رو ماها میبینیم دیگه، تو یوتیوب هم هستن، مطمئن باش باباشون گنگستا تو یوتیوبه، خودشون هم میان میبینیم که اونجا چه بیزنس اصلا. ولی فکر نمی کنم به یوتیوب برسن ها، یه بیزنسی راه میندازن میرن توی بازی دیگه ای. یعنی اصلا پاشا آره یوتیوب زد، یوتیوب بستش. چی؟ پاشا یوتیوب زد، خیلی هم ددیکیتد بود، بعد یوتیوب بستش، فهمید زیر 14 سالشه. احتمالاً نزده بود برای کیدز، همین جوری ساخته بود. آره میزد تو چیز معمولی. ولی خب خیلی قویه دیگه. بعد ببین یه چیزی هم که من حالا میبینم تو ویدیوهای دیگه میان میرن بچه‌ها، میبینم یه آرامشی هم توشون هست که واقعا کمتر بچه‌ای رو اطراف خودم یا حالا تو فک و فامیل و بیرون و این ور اون ور میبینم، اون آرامشی که توی صورتشون توی چهرهشون هست خیلی کم دیده میشه تو بچه‌ها. یعنی همه یه تنشی یه چیزی درونشون هست، اما پاشا و موموکو نه. فکر میکنم به خاطر همین لایف استایلیه که دارن دیگه، که منطقی صحبت میشه باشون. و خب من خودم هم مثلا اینجوریم، یعنی از بچگیم با صحبت حل میشد خیلی چیزا، نمیرسید به اتفاقات دیگه. و حس میکنم اگر الان آدمیم که حرف میفهمم، دیدی بعضیا حرف تو کتشون نمیره، حرف میزنی ولی یارو این بابا گاوی تو چرا من اینو دارم بهت میگم نمیفهم، باز کار خودتو داری میکنی بز کوهی. واقعا این چیزیه که منو عذاب میده. ولی یه سریا باشون حرف میزنی وقتی میپذیره که آقا این کاری که کردی اشتباه بوده، میپذیره. یا مثلا قدرت تجزیه تحلیل اینو داره که آقا من همیشه یه چیزی رو مخمه، این حالا ربطی به بچه و اینا نداره. مثلا ساعت 3 صبح دارم از خونه رفیقم میام مثلا خونه خودم، بعد مست پارم. اولا که کار اشتباهی پشت فرمون نشستیم، من خر هستم نشستم، اما انقدر گاو نیستم، یعنی خر هستم انقدر خر نیستم که میدونم مستم ولی با سرعت 400 تا برم. خب من نمیفهمم اینو، هیچ وقت درک نمی کنم که آقا تو در یه حالتی هستی، مستی، چتی، هر چیزی هستی، چرا این گاو میرونی؟ من چون سیاه مست بودم عمو سهیل، راهو یک نقطه سیاه میدیدم ولی میفهمیدم ببین تو حالت خوب نیست، پس آروم برو، بنده یه گوشه آروم برو. یا میفهمیدم الان مستم، نرم مثلا تو خیابون دعوا کنم، مثال ایناها. برای همین برای من اصلا میک سنس نمیکنه که آقا چه جوریه که چپ کردی میگن چی شد، میگی مست بودم. من نمیتونم اینو بفهمم که مستی چجوری عقل تو از کار میندازه، چون منم خیلی مست بودم این اتفاق نیفتاد. یا مثلا 3 صبح داری تو اتوبان میری میبینی یه پراید داغون میاد با سرعت 180 تا بغلت رد میشه، بعد تو مثلا یه ماشین لوکس خفن داری آروم میری. اولا که تو وقتی پراید داری یعنی آسیب پذیرتری تا اون آدمی که بنز آخرین مدل داره. خب پس تو باید بیشتر محتاطانه رفتار کنی، آروم بری که تصادف نکنی که نداری خرجشو بدی، و اصلا تصادف هم نکنی دوربین ازت عکس بندازه. چطور تو اینو نمیفهمی؟ بعد میبینی یارو مستم نیست، بعد چپ میکنه میگه من بدبخت شدم، قسطای ماشینم فلان. اینو من نمیفهمم چجوری آدمو نمیتونن تشخیص بدن
شرایطشون رو نمیفهمن، بعد باش حرف میزنی داداش 2000 دیگه حال بکنیم. چرا؟ نه منم پس بذار داستان مصریمو بگم. منم جوان بودم رانندگی میکردم، وقتی مست بودم به قول خودت احمق بودم. بعد همیشه هم هر کی میگفت چرا این کارو میکنیم، گفتم به خاطر اینکه حواسم هست، آروم رانندگی میکنم. وقتی همین حرفایی که دقیقاً تو زدی همینجوری رفتار میکنم. یه روز یه چهارراه مونده بود برسم به خونه و اون چراغ قرمز بود، فقط منتظرم سبز شه بپیچم چپ، راست خونم بود. بعد اینجوری که وایساده بودم این چراغ سبز بشه، یهو خوابم میبره فکر یعنی من که نمیدونم چی میشه، یهو نیستم، بعد یهو چشام باز میکنم میبینم چراغ سبزه. بعد من نگاه میکنم میبینم هیچ چی ماشین نیست، فقط منم. بعد همون موقع که چشام باز کنم چراغ دوباره قرمز میشه، بنگ. بعد من اینجوری بودم آیا من یه چراغ خوابم برده، 2 چراغ خوابم برده، 3 چراغ خوابم برده، من کی خوابم برد، چی شد؟ بعد اونجا فهمیدم که مشروب میتونه یه جوری منو تیک اوور کنه که انگار دارو بیهوشی زدی، که اصلا تو دیگه با اینکه میخوای تو کنترل باشی نمیتونی. و من از اون روز، اون موقع مثلا شاید 18 سالم بود، اون روز دیگه یک بار حتی مشروب نخوردم رانندگی کنم، چون فهمیدم اگه یه بار تو اتوبان خوابم ببره شاید چپ کنم، اگه یه بار فلان بشه بعد چیز کنم. و من اون روز گذاشتم کنار. بعد حرف تو رو همینه دارم میزنم، یعنی منم میگفتم نه، بلکه یه دفعه دیدم خب آقا با تازه با عاقل بودنم میتونی به فنا بری، گفتم که من دیگه به این موضوع دست نمیزنم، امکان نداره برم جایی هیچ وقت. بعد کلا مشروب شانسی گذاشتم کنار، شدم راننده دوستان. خب بعد چجوری اینو یه نفر سوم نمیفهمه وقتی میبینه یه چیزی غلطه، چجوری باز انجامش میدی؟ من این برام خیلی سواله دی. همین امروز اتفاقا با مادرم داشتم راجع همین موضوع ها حرف میزدم که آقا داشت اینجوری میکرد، داشت ویدیو آیسان اسلامی رو میدید، باز حالا صحبتش شد، داشت میگفت این که انقدر مردم مثلا فلان میکنه چرا بد حرف میزنه، فوش میده، میگفت چرا بیادبه. بعد گفتم که خب این چیز بدی نیست که این خوبه، داره عادی سازی میکنه. دیدم زاویه دیدا چقدر متفاوته. برگشت گفت عادی سازی، فوش و عادی سازی کردن مگه چیز بدیه و مثلا زد تو اون خط. گفتم نه ببین، حرف تتلو رو بهش زدم، گفتم که ببین میدونی چقدر آدم به خاطر همین که یکی بهشون گفته خارت و فلان آدم کشتن یا کشته شدن، وقتی هی شنیده میشه آقا مادر فلان، خواهر فلان، آقا این که الان میگه بهت که تو نه خواهرت نه مادرت اتفاقی براشون نیفتاده که، پس لازم نیست تو اونقدر جری بشی. و این گفته هایی که از تتلو و آیسان اسلامی و هر کی ماها هممون که رو مجازی میگیم، زاویه دید چقدر من میگم عادی سازیه که آقا جهان خشونتش کمتر بشه، انقدر حساس نباشن روی این حرفا. مثلا الان من به یکی از دوستان میگم که آقا من تو خیابون یکی بیاد بغل ماشینم بگه مادرت و فلان، نگاش میکنم میرم. بعد اون میگه یعنی غیرت نداری؟ میگم نه من میرم چون اون آدم ارزش اینو نداره که اولا وقت من گرفته شه، 1000 تا داستان بشه، یا اصلا بهترین حالتش من کاری با اون نکنم، اون منو میزنه، ماشینمو میزنه، یه بلایی سر یه اتفاقی میفته، من میرم. و این درون من این اتفاق نمیفته که داغ کنم. به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که منم تو 18 سالگیم داغ میکردم ولی انقدر عادی شده این چیزا دیگه من رو این کلمات حساس نیستم. و این به نظر من زاویه دیدا غلطه دیگه، که پدر مادر من یا حالا مثال پدر مادرها یا آدم‌هایی که سنشون بالاتره یا کمتر آموزش دیدن میان روی چیزایی حساس میشن. این حساسیت تعصبه به نظر من خیلی اتفاقات بدی رو میتونه رقم بزنه. و تو وقتی میدونی که این بده، این کار رو نکن، چه جوری نمیتونی تجزیه تحلیل، چه فعل و انفعالاتی درون تو شکل میگیره که خوب و بد رو نمیتونی تشخیص بدی. این هم دقیقا همونه. طرف میاد یه چیزی میگه، فوش میده، مادر من میگه نه فوش دادن عادی سازیه، من میگم نه این کلمه ها عادی میشه دیگه، کمتر آدم میمیره واسش، آدم کشته میشه. اینجا خیلی جالبه. من یه دفعه یه دعوا شده بود، بعد یه یارو هندیه با یه سفید پوسته دعوا شده بود با کاناداییه. بعد هندیه هی میگه مادرت و فلان، من ننت و فلان اینا. بعد یارو میگه با مامانم چیکار داری با من دعوا میکنی؟ میخوای بری بشه مامانم، برو بشه مامانم.
اصلا یارو نمیفهمید فوشا رو اصلا نمیگرفت. میدونی چی میگم؟ میگه با من چی به اون فوش میدی؟ اون به اون فوش میدی اصلا مهم نیست. آره پت یاره دهنشو سرویس به من چه؟ اصلا فوشا رو نمیگرفت. تو فرهنگش نبوده همچین چیزی دیگه. حالا اونوریش هم دارم، یه نفر خارجی میاد به ایرانی میگه مثلا اینجا عصبی شی به یکی مثلا بگی مادر افر، مثلا میدونی چی میگم؟ مثلا دیوس منه بابا، دیوس اینجوریه. خب بعد همسایه میاد با رفیق من چیز میکنه، دعواش در واقع میشه، میگم صدا رو کم کنین اینا. بعد یا بهش میگه که یو مادر مثلا صدا رو کم کن. بعد تا این میگه اینو صدا رو کم کن، این رفیق منم قاطی میکنه، یارو میچسبه اونجا تلفنشو میگیره، بعد اونو زنگ میزنن 911، اصلا به گنگ کشیده میشه. اینا همون که این به مادر من فحش داده بود. بعد یارو میگه من به مادرت فحش دادم. میدونی این مثلا یه تلفظ ما دیوس بابا، مثلا من یه دیوس یاری میدونی چی میگم؟ بعد میگه من مادر فحش، من مادر تو کی فحش دادم؟ بعد گفتم مادر. بعد مادر که یعنی کسی که ترتیب مادرای بقیه رو میده. یعنی اصلا معنیش این نیست که مادر تو خرابه، یعنی اصلا فحش اینجا برعکس، یعنی که تو یه آدمی هستی که میری مادر بقیه رو میکنی، تو انقدر مثلا دهن بقیه رو دیگه. آره دیگه فهمیدی. بعد این اصلا اینوری فهمیده بود، بعدش هم قاطی کرده بود، به پلیس رسیده بود. ولی اگه به قول تو سازی بود اصلا مهم نبود. حتی اگر درست مثلا یارو داشت با مادرش فحش میداد، یا اصلا به مادرش فحش نداده بوده، به این گفته بوده که تو مادر بقیه رو که خودش هم جزء شر تعطیلش کنی، که مثلا بگیم آره من مامانت بهت گفته که من این کارم. یعنی جوابش میتونه این باشه. حالا من یه خاطره برات تعریف کنم خیلی جالبه. حالا نمیدونم چقدر از برنامه مونده، ولی اینم بگیم حالا بعدش دیگه میتونیم کات کنیم بره. ببین من بچه بودم، دوم دبستان بودم. بعد یه پسر تکیه داده بود به دیوار، من اومدم از بغلش رد بشم، خیلی شر بودم، زیر پاشو کشیدم خورد زمین، همونجور با کون خورد زمین. بعد دیگه با هم جر و بحثمون شده اینا، دور حیاط میدویدیم. بعد من به این اینجوری کردم بیا، یه بیلاخ بهش نشون دادم. بعد اون موقع خیلی مد بود، ببین اون موقع بیلاخ واقعا مد بود، یعنی تو دیگه خیلی آدم گنگی هستی این فوش و بلدی. من یه بیلاخ بهش نشون دادم و این رفت دفتر به ناظم گفت و اینا زنگ زدن، مادر ما اومد مدرسه. من گوشه دیوار گرفته بود، چی گفتی به این؟ چی گفتی؟ می‌خواست ببینه من چی گفتم به این. منم اونجا تو مغزم سریع دو تا 4 تا کردم، گفتم خب ببین بیلاخ که خیلی معنی بدی داره. من مثلا دیدم لاتولوتای تو پارک محلمون بیلاخ میدادن به هم دیگه. برگشتم اینجوری که گفتم هیچی، بهش گفتم مادر حاج کردم این یعنی مادر مرده، مثلا مادر مرده اونقدر بد نیست. بیلاخ مادر منو میگی پشماش ریخته بود، بچه دوم دبستان اینا کجا، هیچی دیگه، رفت افتاد به آقا ببخشید و ما به خدا تو خونمون از این کلمه ها استفاده نمی کنیم و ما اصلا یه شلمشولبایی شده بود. و من تا مثلا 10-20 سالم شد به مامانم گفتم با من اون موقع نگفته بودم، بیلاخ بود. بعد ببین چقدر حالا اینو گفتی، من داستان خنده رو بگم. یکی یه دونه همین چند روز پیش اومده بیرون، یه ویدیو از یه پسر است رفته بیرون، داره بستنی دزدیده از یخچال. بعد یه باباش از دوربین میگه پدر سگ اون چیه دسته؟ بستنی پرت میکنه تو حیاط، میگه بابا ببخشید داشتم سیگار میکشیدم دیگه نمیکشم. باباش میگه اولا که دیدم بستنیه، بعد چرا فکر میکنی سیگار بهتر از بستنیه؟ وای اینم دقیقاً همون. یکی تو یه بچه بود یعنی کوچیکی بود، پسر بود، نیما بود، خیلی مثلا دهاتی ترین کاراکتر خانواده بود. بعد سگ مثلا تو خیابون سگ وحشی گاز میگرفت، این کاراکترش بود. بعد یه روز یه بیدری اومد چک زد تو گوش من، بعد گفت بعد من نمیفهمیدم که چرا چک زده، نمیفهمیدم چرا بعد گفت اصلا نمیفهمیدم داستان چیه. بعد تو ماشین نشستم به مامانم اینجوری که مامان، پشت بودم مامان بابام جلو، گفتم مامان، گفت جونم عزیزم. گفتم یعنی چی؟ این چه حرفی زدی؟ کی یاد داد اینو به خاک بر سرم؟ گفتم حالا هول نکن، کشو که میدونم چیه، فقط این چی.
یزید تو وای چشه که میدونم، یعنی تفکیک کلمه ای هم کرده بودی که اینو میدونم اونو بگو. خب حالا چی گفت؟ در جواب چی بود؟ دیگه زدن زیر خنده و نگو از این حرف نزن و دیگه. من پاشا اومد یه روز اون خونه گفتش که من پاشا بودیم موموکو من گفتش که آقا بچه چجوری به دنیا میاد؟ گفتم که من اسپرممو به وسیله شونبوناسم وارد بدن مامی میکنم، مامی تو شکمش تخم داره که هر ماه یکیشون آزاد میشه، بعد تو اسپرمای من بین 50 میلیون تا 700 میلیون تا اسپرم تولید میشه، یکی از اینا میرسه به اون بالا و تو این وعده بودم در رو بس رفت. اصلا نکشید دیگه. من میگه اوکی یه پروسس کامپلیکیتدیه آگرت. نگفتم ای وای نه فلان. این یکم اینم جالبه اگه کسی خواست استفاده کنه. یه روز اومدم خونه، خانم اومد تو گفتش که سهیل موموکو تو ماشین الان برایش من گفت و من نمیدونم باید چیکار کنم و من هیچی نگفتم، فقط اومدم خونه اومدم به تو میگم. و موموکو صدا کردم موموکو بیا اینجا، بعد اومد اینجا. حالا من همین دادم روی اسپات دارم خودم در میارم دیگه، اون مغزم اوورلود. چی بگیم بچه 3-4 ساله اومده میگه 5 سالش بود 4-5. گفتم موموکو چی گفتی به مامی؟ گفتم و گفتم که خب از کجا یاد گرفتی؟ و گفت نمیخوام بگم. گفتم خب اوکی نگو. برای چی گفتی؟ بعد گفت همینطوری. گفتم تا حالا شنیدی من بگم؟ گفت نه. گفتم میدونی یعنی چی؟ گفت نه. گفتم ببین وقتی آدمو عصبی میشن اول میگن بعد میگن دم، بعد میگن شت، بعد میگن گفت خب. گفتم وقتی باید خیلی عصبی باشی که اینو استفاده کنی. تو که این چند سالی که تو ما زندگی می‌کنی من یه بار نگفتم دیگه، یعنی یک بار یه اتفاق نیفتاده که انقدر مهم باشه که من بخواد بگم. و من اومدم توی اتاق تو وقتی که تو با فلان زده بودی تلویزیون تو شیکونده بودی، من اومدم تو اتاق تو وقتی میز و زمین و تخت و دیوار تو رنگ سیاه کرده بودی، من اومدم تو همون وقتی که تو با آیپد تو وان نشستی، آیپدت زیر آبه. شنیدی من این حرفو بزنم؟ گفت نه. گفتم پس ببین چیزایی به اون گندگی تو گفتم من نگفتم، پس بفهم چقدر باید یه موضوع سنگینی باشه که تو اینو بخوای بگی. این چون واسه حرف زدن دیگه و اینو مکسش نمی‌کنم من هر میگم معنی نداره که تو میخوای من بگی که من خیلی از این موضوع ناراحتم و این موضوع و اینجوری شد. من موضوع دم اما به رسیدم چه برسه به فقط خواستم اینو بهت یاد بدم use them accordingly. اون روز یه بار دیگه نگفته. چه حوصله 1 سال نیم گذشته. اینقدر توضیح میدی واقعا. بچه خیلی دوست داری همون سویلاره؟ خیلی. بابا من سگم 2 بار پارس کرد بردم فروختم. بعد به بابا شب گفتم سگ پارس میکنه میبری میندازی رو پشت بوم در میبندی، بچه رو نمیتونه این کارو بکنی که برای چی اینقدر اصرار دارین آدم باید زن بگیره بچه داره؟ من نمیتونم اصلا. ولی واقعا این خیلی برای من ترسناکه، جدی میگم که آدم مثلا این بچه رو تو چند سال باید حواست بهش باشه. من اصلا نمیتونم مسئولیتش رو بفهمم. همیشه آره تموم نمیشه ولی یه روزی سویچ میشه، یه روزی یهو اونا میافتن رو تو. مام بابا که پیر میشن خیلی آف میشن، یعنی واقعا دیگه نه میفهمن نه میتونن یاد بگیرن نه میدونن چی داره میشه. مثلا من و خواهرم نباشیم مام بابای من اینجا واقعا ننهشون سرویس میشه. ولی من فکر میکنم ببین نسل شماها میونه کلمت شکر، نسل شما فکر میکنم خیلی، یعنی نسل شما و ما و کوچیکتر از ما باز تو پیریاشون آگاه ترن. نظرت راجع به این موضوع چیه؟ چون من حس میکنم مثل مامان بزرگ بابا بزرگای ما قاق نمیشن. ببین من این باور رو داشتم بعد فهمیدم که اشتباهه. اتفاقی که افتاده تو آدم باهوشی هستی، برای همین وقتی که تو حالا مثلا اوپن مایندد بگم بهتره، آدمی هستی که مغزتو بازه، میتونی چیزای جدید رو یاد بگیری و قبول کنی. به خاطر همین وقتی هم پیر میشی همین انی هستی که الان هستی، پس تو یه پیرمرد باحال میشی. الان هم اگه بری وسط پیرمردا پیرمرد باحال پیدا میکنی. اتفاقی که میفته دنیا همیشه همینه، 10% باهوشن
10% خنگ کثافتن، 80% هم اون وسط به قول فارسی گوسفندن. حالا من نمیدونم فارسیش انگلیسی میشه شیپ، یعنی فقط دنبال میکنن اون رئیسشون رو بدون دلیل. برای همین دنیا از این 3 دسته درست شده کلا. آره واسه همین این تو وقتی میری جنریشن تو هم وقتی پیر میشی باز 10%شون باهوشن، 10%شون کاملا خنگن، 80%شون مثلا نمیدونن. حالا اگه یارو اسلامی بوده داره میگه اسلام، اگه یارو کریستین بوده داره میگه کریستین، اگه یارو هندی بوده داره میگه بودا. دیگه هر کسی داره فقط اون چیزی که اون فالویی که بهش دادن داره همون خط باباشو گرفته داره میره. مام باباش هر چی بودن همونه، فرقی نداره. مثلا امروز صبح داشتم اعلان میگفتم که من یه چند وقت بشم غذای بچه‌ها رو عوض کنم، بچه‌ها دوست ندارن مدرسه که من غذاشون رو نمیخورن، پس نشون میده دوست ندارن. اعلانم هی چرت و پرت میگه. بعد امروز دیروز اعلان بچه‌ها رو میبره پارک، بعد یه موموکو توی پارک بلند میگه که مامان من که غذا درست میکنه میخوای بالا بیاری اینقدر بدمزه است. حالا دستپخت النا خوبه، یعنی هر کی میاد اینجا میگه چه دستپختش خوبه. کاری که میکنه مثلا میگم آش درشته درست میکنه، بعد به موموکو میگه بعد بخوری. بعد موموکو بچه‌ای که اینجا بزرگ شده کاناداییه، موموکو غذاش مثلا مش پوتیتو مثلا چیکن ناگت آشغال میخوره. خب پاشا اینطوری نیست. پاشا چون با مامان بابا بزرگ النا بزرگ شده خیلی سالم خور و آدم حسابیه و به خاطر همین النا میخواد موموکو هم آدم کنه. بعد موموکو نمیشه چون که اینجا یعنی این خیلی اینجاییه. مامان منم واقعا بده، یعنی فقط آشغال، یعنی فقط دوست داره بچه رو بخندونه. یعنی بچه اگه زهر مار دوست داره واسش میگیره چون که بچه گفت دوست داره. خب همیشه هم خودشو میزنه به چپی. الان مثلا بهش میزنم به خدا. یه دفعه موموکو داشت شکلات میخورد، دستش اینجوری فکر کنم دستش شکلاته، داره اینجوری دهنش داره شکلات میخوره. بعد میگم تو رو خدا بهت شکلات نگیر. بعد بابا میگه به خدا سوال این دفعه میدونم مامانت همیشه چرت و پرت میگه ولی من این دفعه خودم حواسم بود هیچ چی شکلات نخوره. میگم دیوس دستشه همین الان فقط واسه تموم شه بعد بگو دیگه. فکر کنی گاوی میگه چه لولی آخه که ما رو آدم حساب نمی‌کنیم. یزیده تو. خب همین. بعد الان موموکو داشت ابیوز میشد. من همینم غذاشو نمیخوره، اونم هم میگه نه باید بخوره، این خوبه، این تو چیز. میگم بابا این برای بچه‌ای که مثلا فقط زبونش خیلی یه مزه رو میتونه تحمل کنه و ما زحمت نکشیدیم ترینش کنیم، به خاطر لش بودن خودمون انداختیمش خونه مامان بابای من که حال کنیم. این جریمه‌ایه که ما باید پرداخت کنیم که باید به بچه‌ها چیزی بدیم که بخوره، کیفش خوب نباشه بعد بخوره دیگه. چرا اینجوری اذیتش می‌کنیم؟ اونم کلید نمی‌کرد تا دیروز که اتفاق تو پارک افتاد بهش گفتم ببین من یه 2 ماه بهت کلید کردم میگم غذا اینا درست کن ول نمی‌کنی. بعد جوابش چی بود؟ من مامان بابام هیچ وقت نشد برای من یک بار من یه غذا دوست برای من یه غذا دیگه درست کنن. چون مامان باباش این بودن اینم باید این کارو بکنه. میگم خب دیوس چرا از اینا یاد نمیگیری که این کارشون تخمی بوده تو یه کاری دیگه بکنی؟ تو نشد یه بار غذا دوست نداشتی؟ نه خوب نبود بگی مامان من اینو دوست ندارم. بعد مامان بعد چیزی درست میگه که دوست داشتی حال نمی‌کردی از این موضوع. بعد گفت چرا؟ گفتم ما میتونیم کباب داشته باشیم توی ایران، کباب واقعی با کوبیده و فلان و بسال. بعدم مامانم میگم من نمیخوام، من دلم شنیسل میخواد. میرفت برام درست میکرد. یک بار نشد بگین یعنی چی 3 نوع کباب هست رو میز، خب بخور دیگه احمق. مثلا چه معنی داره؟ یه بار نشد مادر من بگه نه. چرا تو برای بچه همچین دنیای درست کنی؟ من یادت باشه تو 3 تا بچه داری، منم دارم از تو یاد میگم. اوکی از فردا این کارو میکنم. من فقط همینو میگم آقا عوض بشین و بهتر بشین. دمتون گرم. چاکس.